نمیتونیم. اگر هر چیزی که بالای ما که اومد تا امروز هم اون هم خود ما کردیم. خاموشی ما سبب شد، بی‌طرفی ما سبب شد که امروز بالای ما اینقدر مشکلی آمدگی است. بعضا برنامه ها در بین که میشوند برخی از هموطنان فکر میکنن میگن که خب با یک من چیز عوض نمیشود. شاید بکنن، خب دیگرها هستن میکنن، من یک نفر بکنم یا نکنم چیز عوض نمیشود. این خیلی خطایی بزرگ است. اگر وقتی هر یک نفر ما چنین فکر داشته باشه، مثلا در اون حالت من تو او دیگرها ما شده نمیتونه. اگر هر یک نفر در تنهاییش فکر کنه که به من چیزی نمیشه، پس هر یک نفر در تنهایی میشینه و خیلی میمونه. باید هر یک کدوم ما نزدیک ما وظیفه بگذاریم که من میتونم که اینو عوض کنم. ما وقتی که وارد شدم یک نفر دیگر هم همین فکر باشه، میان ما یک جای ما میشیم، قوه بزرگی میشیم. پس نباید ما و شما خاموش باشیم. هر کسی که در درد مردم، در درد کشورش، جامعهش بی‌طرفی را انتخاب بکنه، این یک نامردی بیش نیست. این خطاب به جوانمردای تاجیکستان است.